جی گل برای گل. این چه کاری آخه عزیزم؟ مگه من تو چیزی خواستم؟ داری مسخره میکنی؟ به خدا وقت نداشتم برم گل فروشی، از پشت چراغ قرمز گرفتم. یکم پژمرده است، حالا ببخشید شما. نه بابا آخه لازم نبود تو این وضعیت بخوایم بیایم کافه هزینه بی خودی بکنیم. بعد 6 ماه یه بار آوردمت کافه. میدونم به خدا وضعیتم یکم خرابه، بعداً جبران میکنم. دارم جدی میگم حامد، مگه قرار نشد ما فردا شب بریم مسافرت؟ اما مشکل همینه دیگه. من ماشینم صبح خراب شد، بردم گذاشتم تعمیرگاه. به خدا ماهبت حتما میریم مسافرت. یعنی چی حامد؟ من مرخصی گرفتم که فردا بریم شمال. الان ماشین ندارم، چیکار باید بکنم؟ این همه پوز رفیقاتو میدی. خب زنگ بزنن یکیشون ماشین قرض بگیر. خب نمیخوام رو بزنم. از امیر بگیر. خب مگه قبلا بهش ماشین ندادی؟ باش. الو امیر داداش خوبی؟ خیلی مخلصم. قرض از مزاحمت، من یه 2 روز ماشین تو میخواستم برم با شیرین شمال. آها خودت میری؟ باشه فدای تو بشم عزیز. سلام برسون، قربونت برم. خداحافظ. چی گفت؟ میگه خودم میخوام برم مسافرت، منم اصرار نکردم. اینم از رفیقت. زنگ میزنم به محمد نه نمیگه. الو سلام محمد داداش خوبی؟ عشق منی. آقا 2 روز میخوام با شیرین برم شمال، ماشین تو میخواستم. باش. نه بابا ناراحت چیه؟ عشق منی. میبینمت دورتو گردم. فعلا خداحافظ. اینم از رفیقات. دیدی این همه سنگ رفیقاتو به سینه میزدی؟ این همه رفیقاتو به خانوادت ترجیح دادی؟ 1 کیلو من دارم، اصلا فراموش کرده بودم. ول کن بابا حامد. این فرق داره آخه. این اگه کل دنیا پشتمو خالی کنه، این پشتمه. هلو سلام رفیق خوبی؟ خیلی مخلصم. کوچیکتم. آقا 3-4 روز ماشینتو میخواستم با شیرین برم شمال. آره فدات شم. عشق منی سلطان. الان میام سویچو ازت میگیرم. خیلی مردی. جبران کنیم آقا. خداحافظ. بیا. کی بودین؟ بهترین رفیقم، آقام. ولی بابات که با ماشین تو آژانس کار میکنه. رفیق خوب کسی که تو سختی ها کنارت باشه، مثل کوه پشتت باشه. حالا اون جمع کن.